دوستان عزیزم سلام، روزتون بخیر. بریم سراغ یک تمرین دیگه. من ترجیح دادم اینجا یک مثال برای شما بگم. ببینید توی زبان اسلوونیایی مثلا دوست من، دوست خانم، دوست آقا فرق میکنه. هم کلاسی من خانم آقا فرق میکنه، همسایه هم خانم آقا فرق میکنه. پس به این نکته میخوام اینجا اشاره کنم با واژه پریاتل دوست، آخرش یه هست، خونده نمیشه. خیلی جاها یه آخر کلمات به خصوص وقتی بعد از ل میاد خونده نمیشه مگر اینکه یه ای هم آخرش باشه. حالا پریاتل یعنی دوست. حالا من از شما میپرسم پریاتل یعنی دوست یک خانم یا یک آقا؟ یک آقا، چون آخرش هیچ شما آیی نمیبینید، درسته؟ و هیچ نشانه‌ای نداره. البته مؤنثش میشه پریاتلیتسا، همیشه همینطور نیست که مؤنث بده، ولی خب بر شکل اینو بدونیم که به این شکله. خب میرم سراغ پریاتل. در فرم مفرد هست پریاتل، در فرم دوتایی هست پریاتلیا و در فرم جمع هست پریاتلی. پس دقت بکنیم وقتی میگم پریاتلیا منظور من دوتا دوست آقاست، دوتا دوست. یا مثلا وقتی من میخوام بگم ما دوتا دوستیم، من حتی وقتی من یه خانومم با یه آقا میخوام بگم ما دوتا دوستیم، بازم میگم می دو اسوا پریاتلیا. میبینین جمله رو؟ می اسمو پریاتلی. توی دانشکده خب ما همه با هم دوستیم، می اسمو پریاتلی. پس این پریاتلیا پریاتلی. جمله ها مثال ها رو هم دقت کنید. توی این مثال چند نکته است. اولا اینکه میدوا ضمیر اومده، اسوا فعل اومده در مقام دوم قرار گرفته و بعد اومده پریاتلیا در حالت نومیناتیوه. چون دارم میگم ما دوست هستیم، اون دوست در واقع هنوز دارای قدرت کاری انجام نشده روی، مثلا من به دوستم چیزی ندادم، از دوستم چیزی نگرفتم، با دوستم حرف نزدم، یعنی هیچ دوست فقط در همون جایگاه دوست خودشه. خیلی خوب. مثال بعدیمون پریاتلیتسا یعنی دوست، ولی درباره یک خانم دارم صحبت میکنم. بچه ها این یه موقع مثلا میگه دوست دختر و دوست پسری نیست، دوست شماست، فقط دوسته. اون میشه فانت و پونسا که براتون میگم. خیلی خوب، بریم سراغ ادنینا پریاتلیتسا، دوینا پریاتلیتسی و منوژینا پریاتلیتسه. میدو سوا پریاتلیتسا. میگه چی شد؟ این الان میدوا بود که پس برای چی اون زمایه رو یاد گرفتیم؟ وقتی میگم ما دوتا خانم با هم دوست هستیم، میدو سوا پریاتلیتسا و ما خانم ها با هم دوستیم، می اسمو پریاتلیتسه. اینجا یک واژه‌ای دارم به اسم ژنسکی بچر، یک در واقع همون دوره همی زنونه خودمونه. وقتی میگن که ژنسکی بچر، خب این خانم ها دوره هم جمع شدن، پس در این صورت حالا یکی از این خانم ها میگه که ما با هم دوستیم، در صورت میگه می اسمو پریاتلیتسه. این نکات رو باید خیلی بهش دقت بکنید که مهمه. بریم شروع کنیم. یه نکته رو درباره همون نومیناتیو یا ایمنوالنیک بگم، همون پرویسکلون. تو این پرویسکلون یا فرم اول یا سکلون اول دو تا سوال میتونه مطرح بشه. یکی هست کدو، یکی هست کای. کدو یعنی کی، کدو. این ده هم شبیه تلفظ میشه، کدو. کای هم یعنی چی. پس کی یا چی. خب مثلا این که من میگم که مثل فارسی من میگم مثلا اون کیه. یه مثال اینجا بنویسم. خب میگم دو یه تو. شما الان فعل بودن رو هم همون سمسیه رو یاد گرفتید. پس وقتی میگم که دوی تو، در واقع منظورم اینه که اون کیه. خب بعد شما میخواین جواب بدین به این که دوی تو، میگین که توی علی، اون علیه که دوی تو. خیلی خوب، پس که دوی تو توی علی. حالا این میتونه چی باشه؟ میتونه باشه کای تو، یعنی اینکه اون چیه، کای تو. پس من اینجا میتونم بگم کای تو، اون چیه. خب بعد شما اینجا میگین که مثلا توی
هیشه، اون یه خونه است. پس من اینجا وقتی میگم کدوی تو، میپرسم اون چیه یا میگم کای تو، در پاسخ شما همیشه این فرم پرویسکلون رو استفاده میکنید، یعنی اسامی رو تو حالت اوریجینالش استفاده میکنید. خیلی خوب. حالا اگه که مثلا شما اینجا بخوایم بگین که خب توی علی، پس در کدوم سوال رو شنیدین؟ کدو همیشه پاسخش چیه؟ یک در واقع این هستش که شخصی رو شما میخواین دربارش بگید. خب کدوی تو اون کیه و کای تو اون چیه؟ پس این کدو کای رو یاد بگیرید. ببینید بچه الان خیلی مهمه شما کلمات سوالی رو که با هر سکلون به کار میره یاد بگیرید. بعدن وقتی که آمادگی امتحان داریم من جدول اینجا میارم و شما تو جدول میبینید که تمام این سوالات در واقع کدو یا کای و خیلی زیادن اینا همش نوشته شده. شما به واسطه اینا میتونید تشخیص بدین که واسه که به چه شکل پاسخ بدید.